واقعا چه اتفاقی افتاد که این مکانیزم بقا تبدیل شده به بزرگترین قاتل انسانها در هزاره سوم؟ چه اتفاقی افتاد که این لبه چاقو برگشته به سمت خودمون و این همه قربانی میگیره؟ بله، پاسخ تغییر سبک زندگی. خب نگاه کنین، وقتی که یه تعریف خوب دارین، چطوری یک راهکار عالی برای مقابله با استرس جلوی پامون قرار میگیره. مگه ما نمیگیم که استرس بیماری سبک زندگیه؟ خب حالا برای اینکه شما استرس کمتری رو تجربه بکنید، یا اینطوری بگم برای اینکه شما نتایج منفی استرس رو تجربه نکنین، به این ترتیب باید چیکار کرد؟ بله، باید سبک زندگی رو به یه سبک آرامتر تغییر داد. و خیلی من به شما پیشنهاد میکنم این رو با تغییرات کوچیک 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 در واقع شروع بکنیم. برای مثال بعضی از کارهایی که من و خیلی از دانشجویانم انجام دادیم توی خونه ممکنه مثالهایی از این چنین باشه. سبک غذا خوردنتون رو اصلاح بکنید. اصلا فست فود برای در واقع این تغییر سبک زندگی ابداع شد، برای اینکه شما در حین حرکت و کار کردن و دویدن یه لقمه ای از یه جایی تهیه بکنی و توی مسیر گاز بزنی و به محل کارت برسی. خب این رو میتونین جایگزین بکنید.